ساکن 30 ساله جماعت توگلنگ نویه بلخی با آن گمان بر می شود که شب 4 به 5 اپریل در دهه تیماشنکا 970 متر نقلوی علاقه فیلال شرکت توجیک تلکوم را دزدیده به این شرکت به مبلغ 73720 سومونی ضرر رسانیده است. دو جوان 21 و 25 ساله ساکن پایتخت به آن گمان بر می شوند که امروی معروف نام ساکن دیگر دوشنبه از بازار میرگان 36 قوطی تخم را از دکان یک زن 41 ساله ساکن نویه اسماعیل سامونی به یغما برده به او 6000 سامونی ضرر رسانیدند. یک زن 46 ساله ساکن دوشنبه به آن گمان بر می شود که ماه ایون سال 2019 در کوچه چورتوت با روی فریب به باوری یک زن 55 ساله ساکن نویه سینا در آمده از او برای خریده دادن ماشین لکسوس که نرخش $75000 و 60000 سومونی گرفتپولی گرفته است، ولی تا حال برای این زن نه ماشین آورده است و نه پولش را برمیگرداند. یک جوان 25 ساله ساکن شهر دوشنبه برای آن دستگیر شد که به گفته وزارت کارهای داخله ماه ینور سال 2021 در نزد مرکز سودای صدبرگ با روی فریب به باوری مرد 33 ساله ساکن پایتخت در آمده از او یک ماشین تمغه تویوتا کامری نرخش 140000 سومونی، یک ماشین تمغه مرسدس بنز نرخش 125000 سومونی، اینچنین به مبلغ 7000 سومونی اتریوت گرفته وعده داده است که تا دوم اپریل سال 2021 پولش را برمیگرداند، اما تا حال بر نگردانیده است.